سلام علیکم بینندگان عزیز، مونده نباشین. انا شما خواهشمندم که چیز کنیم از کانال حیرت برد امی برنامه ما نگاه کنیم و لایک کنیم. اونجا یک کلیدک سرخیه او بشاردیم زنگولگک میاد. زنگولگک کامت میگه درنگ پرنگ میکنه. قرار هرچی برنامه داره قرار که دیگه نگاه کنیم دیگه. خوش آمدید شما باشید. حالا به خیر خوشی که پولار جمع کنم اول بخون میرم باسکیل میخرم، برای اینجا روغن میخرم، چای دشمله میخرم، به بیبی خوب گور هم میستونم. بیبی من گفت اگه ماش خود جمع کردی 2 کیلو هم به من تنباکو بستو. چشم بیبی 2 سر بیبی بود که من بیامدم اینجا چوکیدار شدم. بله من سلام مونده نباشید. تو شهر کلوش یه بده این چیه که میکنی؟ زنگ میزنم نه که در رنگ کنه. تو خوشحالی؟ شکر. خیراته؟ خیریت. شما همین بپرس، همین پنجه خود فشارده اونجا. اوکی. برق نیه ماما. بعض سیاه میام شما میگین دول خیلیه. خب خیلی. خب. چی میگی؟ چیزه؟ چی؟ در پیش کنیم ملی. خیلی بینیم. چیزه دیگه ما بیامدم خیر خوشی که هنی 2 شو دیگه بخیر با برج مونده که خلاص شمی چوکی داری مر بده. به شرطی که پولای بدین که بچله. آه دیگه اگه نچله نمومه. اوه تو پس میامدی برای چوکیداری؟ آه پول چوکیداری. کمی چوکیداری خوابالود خود مانی. آه کچی های کچی حالا بگو من روز اول تو معرفی کردم با تو چی گفتم؟ نگفتم که به همسایه گفتم این آدم به چوپونی کار کرده تا صبح بیداره، آدم هجیری هسته، اما تو چه کار کردی بر من؟ جزی کابرو ما بردی. همسایه ها میگم ما فقط این دمه که به نماز خوفتن میریم، این آدم شیشته خود چوب خود همین که از نماز خوفتن بیرون میشیم. ما دیگه آدم رو نمیبینیم، نه صدا چون رزه میشنه نه کسی صبح هم که نگاه میکنم به این خوبه ما پول چی بده به شما؟ نه چی روی برم با تو پول بستانم لقد بفهمی وقت خود زدی 100 تا سرا بود، هر سرای 60 روپیه بتونه داده میشه چندی؟ 6000 میشد. تا لقد به وقت خود بفهمیدی؟ انا لکم خیره کم که تونی این دعی برو خود پوفک بستون برو برات کن. پینجری پدگه. چی؟ پینجری پدگه. از چی خاطر بدون؟ بابا به چوکی دارم من دیگه تا صبح علخونم من تا صبح من گردانم بند باشه که من بترسیدم. بگو من به استقون خو ناپاکم من میترسم. هم چوکی داری کو چوب تو کوش بلاخ تو بروز بیارم من. خاموش بلاخ تو کو ایش بلاخ؟ بله ایش بلاخ. ایش بلاغ چینایی بدله. ایش بلاغ چینایی بدله. من گفتم خود مش بلاغ میزنم. خود تو؟ بله. حجیا ما تو دیگه میده چوکیدار ندیم کشتن شده کنه. بگو خیره این هم به خاطر همین دریقو برو برادر دریقو برو. چنده؟ اون این پنجین هم به خاطر دریقو دادم، نه که همین هم نمیدادم. برو برادر همین تو دریق کرده برو، همین تو دریق کرده به شرط بریم. بسم کار. یعنی پولا من نمیدی؟ نه پول چی؟ پول خو یا پول چوکیداری؟ کی خو شدم؟ ای های اگه ما خو شده باشیم یک گلپیتو به ما گوشت گوسفندش بخورم. دریق کرده برو، دریق کرده برو. به من میگه اشپولا با چینه یا دریق کرده. یه ما خوشه که این چوکیداری آورده. حالا من همسایه چی بگم؟ ماما بله پولا مار بده. پولا چی شما؟ پولا همه چرکیداری من بیبی من گفت برو پولا خود جمع کن که ما هم چیز بستونم برای اینجا روغن و باسکیله بخون بستونم. خب آخه چوکیداری که ما تو ندیدیم که شما چوکیداری چوکیدار باشه شو بگردیم. ما که شو از اون نماز میایم که اصلا نمیبینیم.
چوکیدار باید تا صبح بگرده چورک به دستی باشه پول کنه مردم خبر شن بفهمم که اینجا چوکیداره ما خونه چورک میشنویم غیر چورک نمازن که میایم به سرا کسی نمیبینیم حالی بیامدی که چوکیدار گردن شما بند باشه کو قسم خوریم بگیم گردن ما بند باشه من یک مامشو به می تکوچه بیامدم من شو روزم من میترسم روز به طور میبینم شو نمیبینم خب روز که ما میبینم تو رو میجی نمازدگرا بیایی میری جهروی هم دستتونه اما شو طور نمیبینم چوکیدار که شوه یعنی شما به 60 روپیه پول ما این گردن خود بسته کنیم حقم مسکین که 16 تا بیوزن بیخل منو ندیم آخه خب مسئله نیه تو چوکیداری کنیم ما 100 روپیه میدیم 60 روپیه چیزی نیه خب ما تو نمیبینیم از کجا چوکیداری باید ببینه آدم شو بدر میشه به نماز میری میای آدم باید ببینه ماما خب من که تعصب من جگه را میلون شما خوفو میزنیم خودم خور میزنیم از دنیا آگان این تعصب من جگه به تا خونیکی ها به تا بارشا و برفا حالی هم با من میگم مزدور حرامزاده شد کارم بیچاره شد آخه ما تو ندیدیم اگه میدیدیم که میدادیم ماما همین پولای برج مربد من دیگه نمیام همسایه با ما گفتم پول ندیم به چوکیدار چون چوکیدار نیه روز ما نمازدگر یک چرخی میبینیم دیگه شو میبینیم نه به مسجد میدیم به نماز میایم نمیبینیم خفتن میایم نمیبینیم چی پولی ما به تو بده برفتم در سرا وکیل احمد ما مسخره میکنه به ما 15 روپیه پول میده ما به یک ما 15 روپیه میشه پولا دیگه من میخورم ماما نیم میرم به بیبی خو میگم بیبی بددعایی کنیم به حق ماما بددعایی کنیم که پولا مر نمیدم حال نصف بدین چرا نصف بدین ما تو ندیدیم تا کجا بدین نصف اگه میدیدیم که همه پره میدادیم به تو میگی 60 روپیه ما 100 روپیه میدادیم وقتی که تو ندیدیم از کجا بدیم ما پولی نمازدگر تو میبینی نمازدگر همینجا گپ نیست شو باید چوکیدار که شوه هر کس حقمر میخوره به خیر خوشی هر کس حقمر میخوره به خیر خوشی خیر از جوونی خوب ببینه 16 تا بیوزن بیخل من نمیگه نمیدم بلند تو به خیر خوشی بخوروش مرل بدی اشته کوچه گنده دارم یک ریگی نیه یک بیفه به این ندارم هر کس میلو چوکی داری من نمیده بخیر باشه بله ماما بیا تا ماما کجا میری ماما شتنی خوبی جانجور ساعت خوبه چه کاره ده فرار بشکست میدی بله 10 فرار بشکست میدی نشکستونم چیز که برو پیش بیار خو یا تو داری چی؟ پولا چوکی داری من 60 روپیه بده نه که ما بخو باسکل بخورم روغن و برای به بیبی هم تنباکو تو چی بودم؟ چوکی داری چوکیداری چی؟ بله چوکیداری چی؟ چوکیداری خب اگه تو چوکیداری میبودی همی قفاس تو همی سوته تو کوکی بله قفاس تو سوته تو کوکی کرک آه کرک به سرایه دیشه خودی تو نبود نه بوده گربه خورد قفاس میگه بلبل بیاره قفاس بسوزه بلبل بچه آتشی نیست یعنی گربه خورد قفاس گربه پاک خود چوب و کرک بخورده خلاص شده بابا خود کرک دیگه پیدا میکنه خود قفاسه پولا 60 روپیه من بده که من میرم واسه که دیر شده همه جمع کردم سعی که تو دیشو پیان ساعت 11 بجه شو تور بالات خوب دیدم که همون قفاس کرک تو سوتی کنه پیان بردشتم اونه به سرای تو اشته چوکی گیدی میکنی؟ به سر پیار خود داری که به سرای بله آها پیار تو قفاس بیا ارده بله
من چوکیداری نمام برابر یک ما چوکیداری من قفص کنن بس تا گیلا کچر چرا چپ کجا میبریم؟ من گردنم من بسته تا کلا چوکیداری خود بیرون نکنم بسته که بودم بسته قفص نه بسته که بودم بسته بیرو قفص تو میارم بسته اگه بسته خیر به خیر خوشی نبینیم شما خیر نبینیم هر کس حقم مسکین میخوره بفهمیدین من زحمت میکشم سلام بیشتنه من ببی جون من چوکیدارم من بلدم پولا خواهمدم پولا چوکیداری من 60 روپیه بدیم خونه آقا بخوری بله؟ چوکیداری به کجایه؟ چرا؟ چوکیداری کردی؟ من پول چوکیداری هم مایی بیبی من چوکیدار من تا صبح من به استقون خود ناپاکم من پول من مریض من چه میترسم شبا من ماستون بترسم من پولا من بدین برو کجا برم؟ برو سر خونم برو برو بخم برو چوکیداری برو بیبی من تحصیل شما من چوکیداری بدم من چوکیدار بدم من چرا پولا من نمیدیم شما برو چوکیدار بدم آنجا چوکیداری نداره لکاک بخوری لکاک بخور لفته کنم میری تو بیبی بخور برو بیبی آب ببری یه لده بیداری بیشتر کنم من دارم که گفتی بلکشیده دیگه اینجا چوکیدار شهر کشمه خبر غالک که میاره پول نمیده خیر بیبی عجبونی خوب خیر خوشی نبینی بیبی خود نمیگم اما بیبی که پولا من نمیده هر جا میرم بابا پولا من نمیدم صبر کنم پولا خود مستونم از توی اونو مستونم اگه من پولا چوکیداری خود نستونم از همه شما بفهمیدین که من با چی پیار خونم بیبی پولا من بیاره که اگه پولا من نورده شما میرم عرض میکنم که سرا شما تل خاکشه فهمیدی؟ پولا من بیاریم بیبی من پولا خود نمیبخشم یک ریپیه نه چرا اینجا گو پرتری وقتی برو چرا پرتری اینجا گو دلا های موتوز وقتی بارش تا ورشا چکار میکنی وقتی والا بولی من نشون ما برم دلا همسایا بیاین چکار شده بس اگرالو کجا میدی؟ ایما جمعه چکار شده اینجا پرتا بوده نه ای که چوکیدار مونه میگو حالا کجا بری بیا وقت اگه نمونه بیا چکار کردی بیا ما که من اینجا پرتا بوده ما چکار ما کنم وقتی بارش تو اینجا چی می اینجا پرتا بوده هیچی نگفت اما پیر زدی من ندادم خبر ندادم گلو چی زده؟ برو فرد دیگه صدا کنم که
بله سلام علیکم. خب بولا گفتگانی سوتی خورم بگیریم قفس خورم بگیریم دیگه چوکیداری نه دیگه با کچی هم نره. چرا ایره میشه بیامدیم من اعصاب خراب بودن من چوکیدار بودم من به تا محله من به اونجا برفتم به زمستون شدن به اونجا بشیشتم مثلا تو بیامدی را پیش بگو جندی خواه بودیم چوکیداری نتونستیم دیگه شما من که نتونستیم منو کارتونم من نتونستیم چوکیداری من برام گفتگیرم بگیرم دیگه کچی هم نره. میمیم تتلا کرک مردونه هم بدادی ما گشنگی بمردیم دانه کجا که بزی بیارم دونه نیه؟ نه خب پولا چوکیداری منم بیاوردی؟ نه ایرم برام گفتگمی شما میت خیرات 20 روپیه؟ خیرات؟ چرا 40 روپیه دیگه من نوردی؟ برام من نداده گفتگمی شما میت خیرات بفهمیدی برو با برای خوب بگو من به ایل ندارم و بیبی خوب میگم که ممسر سفره بشینه طور به دویایی کنه من یک ما به شما زحمت کشیدم شباب گفتم اشبیلاق زدم 20 روپیه با مرایی میکنه ای برار تو جنده بوده چوکیداری نتونستی نگاشه پیش شما بردن نفا مفته نزی برو قیافه طور دگاه نیست تو از تو مانی هم برار تو چوکیداری نتونستی پلبه خواهد بخیر خوشی شما رو خبر کنه نه کلی هم میاد در سرا بمونه چوکیداری مایم برای عقبی بخواهم و خونه شما رو دوزا ببره بخیر خوشی گوشتال اند شما رو هم ببره که وایر بمونه ما چون که دو خیر ندیده به سوتچو بزن به تا سر که سر ما بشکست سرگی شده تا حال دنبه کلیم پولایه 20 روز ما به اینجا با بستر شفاخونه پرتوی بودم اینا به ما آخیرم بعد 20 روز 20 روپیه میارم رقم خدا کنه که نه مرده باشه نه مردی گوشنگی